تصمیم گرفتم شب رو به اون روستا برم و همینطور هم شد. پس از جستجوی کوتاهی با هتل آپارتمان کومسای آشنا شدم. هتلی تمیز و نوساز با نمایی سنگی، درست روبروی آرامگاه پیر شالیار و در چند قدمی اون. صبح روز بعد پس از صرف صبحانه‌ای محلی در هتل به سمت آرامگاه پیر شالیار رفتم، محل دفن مردی که از کرامات او بسیار گفته شده، از جمله ماجرای شفا یافتن شاه بهار خاتون دختر شاه بخارا. در داستان شاه بهار خاتون کرولاله و همه پزشکان از درمان او ناتوان میمانند تا اینکه آوازه کرامت پیر شالیار و اورامی به بخارا میرسد.